میدونی درباره دخترای بحرینی چی میگن؟ میگن سکسی‌ان، خوش‌چهره‌ان، باوقارن، یه جذبه مرموز دارن مثل آتیش زیر خاکستر. وقتی نگاهشون میکنی یه چیزی تو چشاشونه که نمیذاره پلک بزنی. ولی بیا صادق باشیم، توی یه کشور اسلامی این همه جذابیت جا داره؟ بحرین یه کشور کوچیک ولی پر از سوال و تناقض. قراره با هم بریم وسط دل این تضادها. قول بده تا آخر ویدیو بمونی، چون قراره چیزایی ببینی و بشنوی که توی هیچ مستندی بهت نگفتن. بحرین یک کشور جزیره‌ای کوچیک تو دل خلیج فارس. 33 جزیره که بزرگترینش اسمش همون بحرینه. از عربستان یه پل معروف به اسم ملک فهد میرسه مستقیم به پایتختش منامه. این کشور نه مثل قطر کاملا مدرنه، نه مثل عمان کاملا سنتی. یه تعادلی داره. جغرافیای بحرین یه تضاد عجیبه. از یه طرف کویر داره، از اون طرف ساحلای مرجانی و آبهای فیروزه‌ای. وسط کویر یه درخت عجیب هست که 400 سال زنده است بدون آب. بهش میگن درخت زندگی. دانشمندا هنوز دقیق نمیدونن چطوری زنده است، ولی محلیان میگن یه معجزه است. این کشور کوچیک به طرز عجیبی نقشه بزرگی از ماجراهای دنیا تو دلشه. بحرین فقط یک کشور نیست، یک کتاب تاریخ با فصلهای زیاد. از تمدن‌های باستانی دیلمون بگیر تا استعمال پرتغال، بعد انگلیس، بعد ایران و بعد هم عربستان. هر کی اومده یه اثر از خودش گذاشته. فرهنگ مردم یه ترکیب عجیبه. عربی، ایرانی، هندی و کمی هم غربی. اینا هم محرم دارند و سینه زنی میکنن، هم شبها موزیک عربی میزنند و میرقصن. تو یه خونه ممکنه مادر بزرگ دشداشه بپوشه، نوش شلوار لی تنگ و تیشرت برند. بازارهای سنتی، کنارمالهای مدرن با برندهای لوکس. دنیای سنت و مدرنیته کنار هم. زبان رسمی عربیه، ولی فارسی و انگلیسی هم همه جا شنیده میشه. بحرین یه جزیره است که فرهنگش خودش یه قاره است. تو بحرین از یه طرف میتونی بری وسط صحرا و شتر سواری کنی، از اون طرف بری غواصی و دلفین ببینی. یه کشوره، ولی انگار یه نقشه کامل سفره. جزیره هایی داره که میتونی با قایق بری توشون، آفتاب بگیری، قهوه بخوری یا فقط به دریا خیره شی. ساحل های خلوتی است که حس آرامش نابی بهت میده. از طرف دیگه برج های مدرن، رستوران های بین المللی، ماشین های لوکس. یهو حس میکنی وسط دبی، ولی خلوت‌تر، صمیمی‌تر. جاهایی مثل امواج آیلند، پارک آبی واهو، پورت بحرین واقعا ارزش دیدن دارد. و البته اون درخت افسانه‌ای وسط بیابون، تنها ولی محکم. بحرین یه تضاد آرام و پرهیجانه. تو ظاهر قوانین بحرین محافظه‌کارانه است. رابطه خارج از ازدواج ممنوعه. همجنسگرایی جرمه و پوشش هم باید رسمی باشه. ولی واقعیت پشت درها خیلی فرق داره. زنها توی بحرین رانندگی میکنن، دانشگاه میرن، کسب و کار دارن. بعضیاشون حتی توی دولت و مجلس هم هستن. دخترای بحرینی ترکیب نادر از اعتماد به نفس، ظرافت و کلاس. هم باهوشن، هم زیباند، همون حالت خاص زن عربی رو دارن. اون نگاهی که وقتی بهت ظلم میزنه همه معادلات ذهنتو به هم میریزه. ولی حائز اهمیته که زنها در بحرین
تو سکوت دارن کشورشون رو عوض میکنن. بحرین شاید کوچیک باشه ولی توی معادلات خاورمیانه جای مهمی داره. پایگاه اصلی نیروی دریایی آمریکا توی خلیج فارس همینجاست. از یه طرف ایران، از اون طرف هم عربستان همیشه وسط بازیه. ولی سیاستش یواش، بی سر و صدا و حساب شده است. روابط دیپلماتیک فعالی داره، اقتصادش نفتیه، اما داره به سمت بانکداری و گردشگری میره. یک کشور کوچیک با نقشه هوشمندانه برای بقا تو دنیای شلوغ امروز. امنیت داخلی بالاست، پلیسش محترمانه است و مردم هم حس غرور ملی خاصی دارن. بحرین کشوریه که بی صدا ولی عمیق حرکت میکنه. اگه بخوای واقعا بحرین رو بچشی باید بشینی سر یه سفره سنتیش. مجبوس، برنج با گوشت و ادویه‌های تند و بوی دارچین و زعفرون. یه لقمه که بخوری انگار کل فرهنگ عربی پرید تو دهنت. حلوا بحرینی شیرین و کره‌ای با هل و گلاب و زعفرون. قهوهشون با عطر هل تلخ ولی خواستنیه. خرمای تازه، نون سنتی و کلی مزه خاص که فقط تو این جزیره پیدا میشه. رستورانای ساحلیش هم که غذا رو با صدای موج سرو میکنن. اگه شکمو باشی بحرین یه بهشته. اگه هم نباشی با اولین لقمه تبدیل میشی به یه شکموی واقعی. در نتیجه بحرین کوچیکه اما داستاناش بزرگه. کشوریه که پر از تضاده بین سنت و مدرنیته، بین اسلام و غرب و بین کویر و دریا. اگه حال کردی با این مدل معرفی حتما لایک کن، سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن. تو کامنت ها هم برام بنویس کدوم بخشش برات عجیبتر یا باحالتر بود. دخترای خاصش، تاریخ چند لایش یا غذاهای دلبرش. و یادت نره این فقط شروعشه. ویدیوی بعدی شاید درباره کشوری باشه که اصلا فکرش هم نمیتونی بکنی. فدات.